صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح که بیدار شدم، دارم چای میخورم که به زندگی برگردم و برای صبحونه از این اتمیل درست کردم. اتمیل با یه ذره عسل قاطیش کردم، یه ذره گردو میزنم من همیشه و امروز موز نداشتم، بس همینجوری میخورم. حالا چرا بیدار شدم که با هم بریم بیرون. کجا میخوام ببرمتون خواهید دید، جایی خیلی خوشگل. این چیزی که اینجا میبینید، این توش این شکلیه. ببینید یه عالمه طعم مختلف داره، بدون قنده اونجور که روش نوشته. من یه دونه درست کنم برای خودم ببرم بیرون که بتونم دووم بیارم و بیدار بمونم. چی اینجوری؟ شاید باورتون نشه ولی میخوام یه قاشق قهوه هم بهش بزنم، چون خیلی احساس میکنم که شیرینیش زیاده. از 7 صبح بیدارم، 1 ساعت و ربع، الان 8 و ربع شده. نمیدونم دارم چی کار میکنم. صد 22 به باجه 3. خب من کار بانکیمو انجام دادم، الان داریم میریم سمت اونجایی که بهتون گفتم. بانک رفتن تنهایی هم جزو چالش‌های زندگی تنهاییه و قسمت عجیبش اینه وقتی که میری بانک انگار کم سن و سال‌ترین آدم اونجایی، انگار که نه واقعا از همه کوچولوتری و همه یه جوری نگاه میکنن. ولی از طرفی هم خیلی راضیم از این قضیه، چون وقتی که خونه خودمون بودم امکان نداشت خودم برم بانک کاری انجام بدم. همیشه بابا منو میبرد کارامو انجام میدادم، بعد منو میآورد خونه، همه کارامو انجام دادم و هنوز ساعت 9 که دارم میرم به سمت پارک و چقدر صبح بیدار شدم. این که من امروز صبح بلند شدم اومدم بیرون به این معنی نیست که هر روز من اینطوریه و روتین هر روز من اینه. بله وارد پارک بانوان شدیم، هوا ابریه، خیلی قشنگه. پیشی زوم نشد. الان میخوای بریم یه جایی بشینیم یکم ریلکس کنیم، کتاب آوردم بخونیم بعد که اون قهوه سمی که درست کردم و قراره بخورم. خیلی دوست داشتم مثل خانمایی که میان اینجا میدوئن بتونم منم بدوم، ولی اونقدر به دویدن علاقه نداشتم. دوست دارم ولی حداقل تجربهش کنم، حالا اگه بتونم امروز یا نتونم هم که یه روز دیگه. من عاشق این درختم، این سایه بزرگ و زمین پهنی که زیرش داره. من قبلا میومدم اینجا میشستم ولی پر مورچه است. مرحله شاید باد میکنه، یه دقیقه پایین میخوام گوجه کنم. اینجوری هم باقایی میخواستم گوجه کنم همون، ولی الان که بالا جمعش کردم اینم با مزه است. اینجوری هم میتونم دونستی ببندم. فکر کنم افتضاح شد. نقدر بیست بذارید این فلفلیا رو درست کنم. قرار بود که تو این ویدیو راجع به این که من کیم صحبت کنیم. قبلش این دیواره رو نشون بدم، یه نقاشی یکی کشیده که خیلی باحاله، بعد شما هم ببینیدش. من اسمم آیلاره، در حال حاضر دانشجوی رشته نقاشی و 3 ساله که دارم درس میخونم
تو دانشگاه البته دارم تنهایی زندگی میکنم، خودم کارامو انجام میدم، مسئولیتام پای خودمه. بریم سر بحث این که چی شد من به اینجا رسیدم. من بچه تر که بودم موسیقی رو شروع کردم. کلاس ششم ابتدایی بودم، رفتم کلاس موسیقی، خانواده‌ام برام یه گیتار خریدن و بقیه عمرمو به آموختن موسیقی پرداختم. فکر می‌کردم که دانشگاه هم باید موسیقی باشه و موسیقی میخوام بخونم. من جزو کسایی بودم که همیشه نقاشیش خوب بود. نقاشی بخونم خیلی فکر نمی‌کردم. دوره کنکور جو کلاس خیلی بر این حاکم بود که ما میخوایم بخونیم، معلمی قبول شیم. موقع فازم گرفته بود، منم دوست دارم معلم بشم. خب واقعا هم دوست دارم چون یاد دادن رو دوست دارم. خوندم 1 سال برای کنکور خوندم با امید موسیقی، ولی بچه‌ها واقعا کنکور موسیقی شوخی نیست. نگفته نمونه که یکی از معلمای دوران هنرستانم انقدر گل بود، انقدر کمکم کرد تو این مسیر که من واقعا خیلی چیزا رو بهش مدیونم. نقاشی قبول شدم، بعد رتبه‌ام به معلمی رسید. یعنی من تو کنکور هنر سال 1400 رتبه 369 آوردم. برای اینکه بخوای تربیت معلم قبول شی زیر 500 بیاری کافیه و من این رتبه رو آوردم. فقط یه دونه معلم خانم میخوان و قطعاً به من تعلق نمیگیره. یه سری شرایط خاص داره، اونا به نظرم تو اولویت بیشتری هست. اولویت بعدیم نقاشی تهران بود و اولویت بعدیم نقاشی رشت. یعنی من واقعا گزینه‌های کمی انتخاب کرده بودم بچه‌ها. کلا میخواستم دانشگاه نیام. یعنی اینطوری بودم که من دانشگاه نمیرم، وقتمو با دانشگاه رفتن تلف نمی‌کنم. 4 سالی که میخوام به کارشناسی پیوسته بخونم اونو میذارم، کسب درآمد میکنم و زندگیمو خیلی خوب و خوش میگذرونم و از بقیه همسنام جلوتر میافتم. 2-3 تا رشته رو زدم روزانه، گفتم یا من اینا رو قبول میشم یا کلا دانشگاه نمیرم و من رشت آوردم، روزانه نقاشی آوردم. بابام خوشو خوردم از اینکه دخترم قرار نیست بره تهران، چه خوب که میره رشت. مجازی بود اون موقع بچه‌ها به خاطر کرونا دانشگاه یکم مجازی گذروندیم درس‌ها رو. ترم 1 تموم شد، ترم 2 هم داشت تموم میشد، یهویی گفتن دانشگاه حضوریه واسه امتحانات پاشین بیاین دانشگاه. طوری بودم که چیکار میخوام بکنم. نشستم با خانواده‌ام صحبت کردم، من میخوام بمونم اینجا کار کنم. اون موقع هم داشتم کلاس تتو میرفتم یا قبلش تو فکر مغازه زدن بودم که یهو دانشگاه باز شد، کل برنامه‌ام خراب شد. یه مدت کار کردم، پول درآوردم ازش، کارم خوب بود. انقدر پافشاری کردم سر این موضوع کار کردن. خانواده‌ام گفتن اوکی تو بمون، ما حمایتت می‌کنیم. هم رسید به امتحان و گفتم من دانشگاه نمیرم. یهو دانشگاه نرفتم، استاد منو حذف کردن، درس‌ها رو افتادم و من یه ترم عقب افتادم. داشتم با استاد تتو راجع به قبولیم تو دانشگاه حرف می‌زدم که رشت قبول شدم و اینا. بهم گفت پاشو برو دیوونه ای، رشت قبول شدی می‌خوای بمونی اینجا چیکار کنی؟ برو اونجا کارتو کنار درست ادامه بده. و دوست من الان رشتش قبول شده و خیلی حالش خوبه، خیلی همه چی خوبه، خیلی داره بهش خوش میگذره. تو بودم که خب راست میگه دیگه، لابد پاشم برم اینجا، میخوام چیکار کنم. اگه قرار به کار کردنه، تتو چیزیه که میتونم هر جایی به خودم ببرمش و کار کنم. خلاصه من اومدم اینجا، با کلی سالن حرف زدم، راحت میتونم بهتون بگم با 20 تا سالن صحبت کردم و یا میگفتن تتو کار داریم یا میگفتن مدل بیار بزن. و اینطوریه که من دانشجوام، اومدم اینجا و میخوام از صفر شروع کنم. نمیتونم هر کسی رو بردارم برای تتو بیارم مدل شه، چون تتوی بدن یه چیزیه که خب یه بار میتونی بزنیش و پاک شدنی نیست که بخوای روی یه نفر تمرین کنی. مدل پیدا کردن براش اونقدرام ساده نیستش. حالا من نتونستم ادامه بدم این کار رو. درسای دانشگاه خیلی سنگینن. دانشگاه وقتی نقاشی میخونی تو همش کار عملی داری، خیلی کارات سنگینه و اینکه بخوای کار کردن کنار درس ادامه بدی واقعا سخته. خلاصه که بیخیال شدم، زندگیمو کردم، درسمو خوندم، باشگاهمو رفتم. بهتر از همه بهترین تجربه زندگی. اصلا قصد نداشتم که دوباره برگردم دانشگاه. یه مدت گذشت، دوره گذروندم، یه سری تجربه کسب کردم تو اون دوره و در نهایت به این نتیجه رسیدم برای من اینجوری بود. این نظر من راجع به خودمه. شاید برای یه نفر دیگه تصمیم دانشگاه نرفتن و کار کردن بهتر بود. برای من اینجوری بود که من نیاز دارم هر چیزی، هر کاری، اتفاقی برای من
سر تایمش اتفاق بیفته. یعنی تایمی که من باید درس بخونم من باید درس بخونم. وقتی که من اومدم اینجا درست که از لحاظ درآمدی و کاری افت کردم، ولی خیلی تجربیات زیادی به هم اضافه شد که واقعا این تجربیات رو ترجیح میدم به تمام اون پولی که قرار بود تا الان در بیارم. واقعا این کسی که از اون موقع تا حالا تونستم برای خودم بسازم، این شخصیت مستقلی که تونستم بسازم و اتفاقات، خاطرهای خوب، بعد هرچی که تجربه کردم و واقعا ترجیح میدم. خلاصه که این بود تا اینجا داستان من. اگه سوالی داشتین تو کامنت ها ازم بپرسین. شیطون پیشی چشم اصلی ناز میخواد. ای وای ای وای ناز میخواد قربونت بشم خدا. ای وای ناز باشی. خدا ببخشید چیزی ندارم. نه این کتاب رو شروع کردم بخونم. اسمش ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد از پائولو کوئلو. من پائولو کوئلو رو خیلی دوست دارم. حالا شاید کتاب خیلی مناسبی نباشه اسمش برای اینکه بخوای اول صبح بخونیش، ولی اونجوری که فکر میکنید نیست. تا اینجایی که خوندم کلیتی بخوام بهتون بگم که اسپویلم نشه، دختریه که خودکشی میکنه و وقتی که این دختر به هوش میاد میبینه که خودکشیش ناموفق بوده و تو یه تیمارستان بستریش کردن و حالا دکتر اومده و بهش گفته که تا 5 روز بیشتر قلبت کار نمیکنه به خاطر قرصایی که خوردی، قلبت ضعیف شده. و دختر دنبال یه راهیه، تا اینجا که من دارم میخونم در حال حاضر دنبال یه راهیه که بتونه زودتر خودشو خلاص کنه، یعنی بکشه. و حالا بعد ادامهشو بخونم، خیلی کنجکاوم که ببینم چی میشه. خوبه، خسته کننده نیست. چطوری یه قهوه یا نسکافه میتونه انقدر بدمزه باشه؟ حالا روش نوشته بود بدون قنده، ولی انقدر شیرینه که واقعا دل منو میزنه پیشی نیا. من از پارک بانوان در اومدم، دارم میرم برای خونه یه ذره میوه و اینا بخرم.